تعداد کشته شدگان در زمین لرزه ترکیه و سوریه از 7,500 نفر گذشت. یک عالم تاجیک که از جانب اوکراین می جنگید کشته شده است. مقامات تاجیکستان میگویند بناهای نوساخت دوشنبه به زمین لرزه 8.9 بلی تاب‌آور هستند. کمیته نجات از صدر اعظم آلمان و رئیس کمیسیون اروپا طلب کرد در پیدا و برگردانیدن عبدالله شمس‌الدین از تاجیکستان به اروپا مساعدت کنند. تعداد قربانیان دو زمین لرزه خراب آور با مرکز زلزله در ولایت قهرمانمرش ترکیه به 5894 نفر رسید. در ترکیه 34810 نفر زخمی به قید گرفته شدند. معاون رئیس جمهور ترکیه فؤاد آکتای معلومات آخرین را از منطقه زلزله رسانه‌ای کرد. به اطلاع اداره حالتهای فوق‌العاده ترکیه در نتیجه زمین لرزه 5775 بنا تخریب شده‌اند. ترکیه با صدور فرمان رئیس جمهور در 10 ولایت از زمین لرزه خراب آور آسیب دیده کشور وضع اضطراری اعلان کرد. طبق این سند وضع اضطراری از ساعت 1 به وقت محلی 8 فوریه اعتبار پیدا می کند و برای 3 ماه عمل می کند. روز دوشنبه 6 فوریه در جنوب شرقی ترکیه دو زمین لرزه، یکی با 7.7 بل دیگری 7.6 بل رخ داد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به خاطر قربانیان زمین لرزه در ترکیه 7 روز ماتم ملی اعلان کرد. پرچم‌های دولتی ترکیه در سراسر کشور نیمه افراخته شده اند. زمین لرزه خراب آور در کشورهای همسایه از جمله سوریه، لبنان، کیپر و عراق نیز احساس شده است. طبق معلومات اخیر در ولایت‌های ادلیب، حلب، حما، لاتاکیه و رقه سوریه بیش از 1600 نفر کشته شده اند. بعد حادثه زمین لرزه در ترکیه مقامات تاجیکستان میگویند به مسئله مستحکمی بناها از جمله بناهای استقامتی بلند آشیانه که در شهر دوشنبه ساخته شده اند و ساخته می شوند توجه خاص داده می شود. به گفته نظام مرزازاده مسئول کمیته معماری و ساختمانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، بناها در تاجیکستان برای تاب‌آور بودن به زمین لرزه 8.9 بلی پیش بینی شده اند و برای بنیاد انشاءات در جمهوری وابسته به منطقه با نظر داشت فعالیت سیسمیکی محلی اجازت داده می شود. کمیته برای سنجیدنی تحکرسی و مصالح استفاده شونده در ساختمان لابراتوری مخصوص تشکیل کرده است و من بعد سنجش ها حتمی خواهند بود. نظام مرزازاده گفت زلزله فاجعه بار در ترکیه نشان داد که بعضی بناها محض از پایان به فرو ریختن شروع کردند، هرچند بناها در چنین وضع از بالا تخریب می شوند. یک عالم تاجیک که از جانب اوکراین می جنگید کشته شده است. بیژن شرافوف عالم جوان بی‌آلاگ تاجیک که از جانب اوکراین می جنگید در نبرد جان باخته است. او از اپریل سال 2022 بی‌درک بود. در این باره در صفحه فیسبوکی دانشگاه فیزیولوژی اکادمی ملی علم‌های اوکراین با نام بوگومیلتس خبر داده می شود. در خبر گفته شده است که رئیس شورای عالمان جوان تحقیقاتچی ادوکات در جنگ کشته شد. بیژن شرافوف سال 1989 در دوشنبه تاجیکستان تولد شده است. از سال 1995 او با عائله‌اش در کیف زندگی می‌کرد. در کافدری بیولوژی فاکولته تاریخ طبیعت شناسی ناوکما تحصیل کرده است. وی عضو انقلاب کرمیت بود. سالهای 2014-2015 در هیئت بتالیون اختیاری ایدر در ولایت لوگانسک جنگیده است. در سال 2016 او یک شرکت خصوصی بیوتکنولوژی اوکراینیان ژنتیک تکنولوژیس را تأسیس داد تا در اوکراین ریاگنت های تحقیقاتی لابراتوری بیولوژی را تأسیس کند. او بیولوژ کلان اوگته بود. در بهار سال 2020 این شرکت اعلان کرد که یک سیستم تستی در اساس PCR برای معین کردن انگیزنده بیماری کرونا را تأسیس می‌دهد. سال 2019 رساله نامزدیش را دفاع کرده است. با آغاز حمله گسترده روسیه به اوکراین در سال 2022 بیژن شرافوف به ارتش برگشت. او از ماه اپریل سال 2022 بی‌درک بود.
کمیته شهروندی نجاتی گروگانان و زندانیان سیاسی تاجیکستان مستقر در ورشو با نشر نامه سرگشاده از حکومت آلمان، کمیسیون اتحاد اروپا و اداره فدرالی مهاجران و پناهجویان طلب کرده است بر رسالت خود عمل کنند و عبدالله شمس‌الدین را که به تاجیکستان استرداد و ناپدید شد پیدا کرده به آلمان نزد زن و فرزندانش برگردانند. گفتنی است عبدالله شمس‌الدین مهاجر تاجیک که 13 سال است در آلمان استقامت کرده بود، شام 18 ینور به تاجیکستان استرداد شد و تا حال بی‌درک است. خانواده او در آلمان درکی از او ندارند و نمیدانند با چه راه خبری از وی به دست آورند. همسر و 3 فرزند او در آلمان بی سرپناه باقی ماندند. کمیته شهروندی نجاتی گروگانان و زندانیان سیاسی تاجیکستان در اظهارات خود نوشته است دولت آلمان با استرداد این پناهجوی تاجیک نه تنها به نقض حقوق این پناهجوی تاجیک راه داد، بلکه تمام قوانین بین المللی حقوق انسان را که آلمان چون دیگر کشورهای اروپایی لاف حفظ آن را میزند زیر پای کرد. کمیته شهروندی نجات زندانیان و گروگانان تاجیکستان با اظهار نگرانی طلب کرده است که حکومت آلمان در کجا بودن عبدالله را پیگیری کند و برای برگردانیدن او به نزد خانواده اش مساعدت کند. در نامه کمیته با تاکید نوشته است عبدالله را از دست رژیم دیکتاتوری نجات دهید و با این رسالت خود را در سمت حفظ حقوق انسان و ارزش‌های دموکراسی نگاه دارید. جانب آلمان می تواند که نماینده از سفارت آلمان در تاجیکستان را موظف کند که قضیه عبدالله را پیگیری کند و با سازمان‌های بین المللی حقوق انسان در آزاد نمودن عبدالله همکاری کنند.